ایرانیان ساکن پاریس هر روز مبتکر راه و کار تازه‌ای هستند. این بار ایرانیان ساکن پاریس از آقای برتران دولانو شهردار سوسیالیست پاریس دعوت کردند تا به همصدایی با آنان و مردم ایران بیاید. آقای برتران دولانو در همان زمان که ناقوس شهرداری ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه پاریس را اعلام می‌کرد، به حاضرین گفت: حضور من از سوی مردم پاریس در کنار شماست. فکر می کنم پاریسی ها هم ارزش های دموکراسی و انسانی و عدالت را مایلند به هر گوشه و مکانی ببرند. اینها ارزش های وجودی ماست. من با ایرانیان زیادی مانند شیرین عبادی ملاقات کردم. آقای دولانو مایل نیست درباره خانم کلوتیلد ریس سخنی بگوید و این فرانسوی زندانی در اوین را پرونده جداگانه از دلیل حضورش می‌داند. از آقای دولانو پرسیدیم آیا تاکنون خواسته اید با همتای ایرانی خود آقای قالیباف گفتگویی داشته باشید؟ نه، روابط من با ایران خیلی نزدیک نیست. چندین بار سفیر را در پاریس دیدم. من به دولت ایران احترام دارم، ولی احترام من به مردم ایران بیشتر است و غیر از این هم نباید باشد. ایران هدایای بیشتری نظیر تفکر به ما داد تا ما به ایرانیان داده باشیم. رضا دقتی یکی از حاضران و فعالان این روزها در پاریس است. آقای دقتی، مراوده یک عکاس با عکس‌های هموطنش چگونه است؟ میدونید انقلابی که دوباره داره تو ایران پا میگیره دوباره انقلاب تصویری داره میشه و اون چیزهایی که تمام هموطنان ما همشون از طریق تصویر دارن پخش میکنن تو دنیا، به نظر من تو تاریخ جهان باز یک اثر جدید به وجود میاره و همه این چیزایی که شما میبینید امروز و تمام اینترنت و برنامه‌های دیگه دقیقاً یک انقلاب تصویری هم هست. فعال دیگر به آفرید جنتی عطایی درباره حضور شهردار پاریس میگوید: معنیش اینه که شهر پاریس و کشور فرانسه پشتیبانی حمایت مردم ایران رو میکنه که ایرانیان آزاد و با دموکراسی زندگی کنن. آقای دکتر لایجی، برای شما مبارزه همیشگی مدافع حقوق بشر حضور شهردار پاریس در اینجا چه معنایی داره؟ شهردار پاریس نماینده شهر پاریسه و بنابراین شهر پاریس اعلام همبستگی میکنه با مردم ایران در مبارزه‌ای که در پیش دارند و طی هفته‌های گذشته برای آزادی، برای دموکراسی در ایران این مبارزه را آغاز کردند. مبارزه مسالمت‌آمیز که متاسفانه به خون آغشته شد و همینجا توجهتون رو جلب میکنم که دیروز پس از 3 هفته دروغ، تزویر، نیرنگ، تهمت زدن، بالاخره مقامات جمهوری اسلامی پذیرفتند که بیش از 2500 تن رو در جریان این تظاهرات و متعاقب این تظاهرات گرفتند و هنوز بیش از 500 تن اونها در زندانند. از این رو امروز جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر شکایتی به 2 نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل در ژنو، یعنی گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه و گروه تحقیق درباره گمشده‌های قهری، با صورتی متجاوز از 170 نام، یعنی به طور دقیق 172 نام ما به این هیئت دادیم برای رسیدگی و در اطلاعیه از مردم ایران از تمام خانواده‌های زندانیان خواستیم که مشخصات بیشتری از فرزندانشون، شوهراشون، همسراشون به ما بدن که ما یک لیست تکمیلی هم روزهای آینده به این نهادهای بین‌المللی بدیم. و در هنگام ترک محل و بدرقه برتران دولانو شهردار پاریس در صحن ساختمان شهرداری، شعار ایرانیان طنین انداز میدان بود در پاریس و در خبرها و نظرها.